روز شنبه هفته سپری شده کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند و ساختارهای آن با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن وحدت ملی در معرکه گسترده حشر دست جمعانه عمومی شهری اشتراک نموده جهتی باز هم زیبا و خرم گردیدن شهر باستانی خوجند حصه‌گذاری کردند. حشرچیان در خط شهرهای اساسی شهر کارهای سازندگی انجام داده همزمان داخلی محله ها را از همه گونه پرتو تازه نمودند. رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده از جریان کارهای عمومی شهری بازدید نموده برای جانانک نمودن کارها در برخی محله ها دستور سپارش‌ها داد. واقعا هم یکی از هدفهای رهبری دولت و حکومت از اعلان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی نیز محض از همین عبارت است که با استفاده از همه وسیله‌ها و امکانات‌ها محل زیست خویش را آباد کنیم، مدنیت شهرداری را رعایت نماییم، انفراستراکچور اجتماعی و سیاحی را ترقی دهیم و با همین راه برای جلب سیاحان داخلی و خارجی امکانات‌ها را فراهم سازیم. همچنین صورت کارها از جانب کارمندان ماموریت کارخانه‌های ساخته شده ایستاده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند در سمت تامینات با آب نوشاکی برای ساکنان محله‌های نوبنیاد با مرام ادامه داشته جهت سبز و خرم‌نمایی اطراف بنای اساسی کارهای نظررس انجام داده شدند. باید ذکر کرد که هدف حشر تقویت حسی وطندوستی و خودشناسی، افتخار وطنداری و تربیت جوانان در روحیه انساندوستی، یکدلی و تحکیم صلح و وحدت ملی میباشد. این اقدام ادامه عنعنه‌های نجیب نیاگانمان بابت بهداشت محیط زیست میباشد، زیرا تازه نگاه داشتن اطراف، پیروی و سهمگذاری در عمل خیر و پاس داشتن عنعنه‌های نجیب گذشتگانمان است.